درود احترامات تقدیمتان. اسحاق در خدمت شماست. امروز دومین روز سال نو میلادی است، دومین جنوری است. در این چهارراه محیط، چهارراهی که تازه در حال ساخت و ساز هستند. پیش یکی از دوستای ما آمدیم. امروز افتتاح رستورانش است به نام حشمت فلم. حشمت جان یکی از اعضای ماست و یکی از دوستای خیلی نزدیک و صمیمی است. و خدا دوستش همون یک برکت داره که هیچ پرسان نکنید. و امروز اکثریت دوستای خود حشمت جان هم که مشتریشان هم بودن اینجا تشریف آوردن. میریم با حشمت جان صحبت میکنیم، با مهمانای عزیز ما صحبت میکنیم، جای برشان تبریک میدیم و دیگه چیزا هم هست. ما نان صبح هم نخوردیم و اینجا یک شی هست، شی میده است، البته شی دیگه نیست. میریم با ما باشید. عزیز با حشمت جان چند دقیقه صحبت بکنیم و برشان مبارک بدیم. حشمت جان سلام علیکم. سلام علیکم. چطورتون؟ زنده باشید. ما دوستان اجرای میگم براتون که نوشات کجا رفتن اما خوشبختم تو بس کردم مدار نبرو بدید زنده و سلامت باشی. یک زیاد دوستان دیگه آدرس من گم کردم قرایات قبلا جای دیگه وظیفه داشتم دیگه از برکت سری دعای شما دوستان کامل فعلا رستوران است به نام حشمت فلک. به نام خودم است، رستوران خودم است. انشاءالله یار دوست رفیقایی که آدرس من گم کرده بودن فقط اینه میگم بین چهارراهی محب و چهارراهی غزنفر روبروی دواخانه دیگه آدرس دقیقش همینجاست. انشاءالله فهمید منتظر دوستان عزیز هستم. مبارکتان باشد. سلامت باشید. امروز دیگه بخیر روز اول است. بخیر روز اولش از اون فهمید مشتریایی که این فهمید زنگکاری زیاد کرده بودن امروز دعوت کردیم. مشتریان دیگه شما رو بوده در تیکتاک ایوان شارتا رو می‌بینید بیچاره دلایشان مخصوصا کسایی که مسافر هستن دور از وطن هستن ما رو می‌بینن. اگر اینجا آمده باشه برای حشمت شاید انتظار کردم. وقتی من بعضی رو می‌شناسم. حالا حشمت رو شجاعت کرده و فعلا هم در جرمنی هستن. یک سلام ویژه برای خودتان هم تقدیم می‌کنیم. از ما دیگه یک تعداد مردمای حسین مزار شریف دیگه کلمه شناسایی دارند که شغل پدرم است، کسب پدرم است. خدا بیامرز روی شاد داشته باشه. به نام بچه معلوم صاحب کنه تعداد زیادی از دوستان شهر مزار شریف میشناسن. دیگه کسب قبلگاهی بود مید آمده میشه. دیگه تقریبا فهمیدی بدن حدود 15 سال است که فهمیدیم مقدم بوتلداری میکنم. از پیش همراه آدمجان خودم دیگه خداوند باشه همین راهش هست ادامه میده که انشاءالله تا که هست. من یک بار دیگه هم بهت گفتم بالایات فصل سرما روغن زغیر بی ضرر مفید. ما این مسافر از زمان خودتان بشنم که مردم بخواه که نمیه که خدا نخواسته ما میخوایم که چی باید آدم خواهد مثلا باید خواهد از شما خواست دوست بخیر چون یه مونه ویژه بگم چی نباید
امروز تقریبا در حدود شما کردیم دیگه یک درش یک مقدارش هم دوچه یک از یک گوشی بیشتر کرده اینه خب کردیم تماما خدا دیگه انشاءالله ما امیر بالا رو به تصویر میکشیم بودیم برای یک وقت سک بتانم برای چارج نمیتونم برای چند سالونی بالای ما تقریبا در حدود 50-60 نفر گنجایش داره یک 30 نفر هم سالون پایان ما گنجایش داره دیگه یک دو داره یک به خاطر یار دوستای گمراه فامیل بود یک دو تا اتاق فامیلی هم داره و فعلا دیگه تمام قابل پلاو است امروز برای فعلا تنها قابل پلاو است انشاءالله باز دیگه فردا بخیر کن کباب هم داریم روش هم است داشی بسیار نازنین و خوشمزه هم است ما در خدمت دوست هستیم انشاءالله و یک چیز دیگه داخلش هست یا نیست؟ ما خواهی تو را نگاه کردیم او هم هموطنان عزیز و اونا دور هستند که ما یه نماینده خاص شما هستیم و جای شما دیگه برای ما امچاش قرار است که بخیر نوش جان بکنیم و بیرون کجا سمتار پیشن این نمیشه خواست این نمیشه خواست فقط چند دقیقه بالا دارش انشاءالله فعلا یک چند دقیقه اینجا رو از ما خدمت هستیم همون چه دقیقه بله دمش چند دقیقه است دمش چند دقیقه بعضی دوستا برای شما از طرف شما خیلی زیاد تصویر از این مرز که وقتی از طرف شب هم برای مشتریات هم خیلی خوب شد این امسال اگر خوب یادآوری کردی از طرف شب هم ما برنامه دارم و نگفته نمانه برای دوستانی که کلاب نشین است گنجایش میهمان ندارن خوب پسشه یک آشپزخانه شخصی هم بخیر فامیلی من در نظر دارم دوستای عزیزایی که فامیلی در بلاک هستن 50 نفر 60 نفر ما با فیلمی مندول نوشابه میوه تمام چیزش پیک کرده پشت درب منزلش میرسونه از این لحاظ هم خاطرشون جمع باشه که میمونای فامیلی 50-60 نفریشون هم لالشمت رو بشن میگه انشاءالله ما پیاده گردی زیاد دارم تمرین هم زیاد دارم من شدید هم دیگه خود که من وقتی طرف از این پلاوه شما کیف بکنم لذت بکنم و از طرف تمرین دارم عزیزی ما اشما جان خیلی دوست دارم یک بچه با اخلاق واقعا قرآن اخلاق برشان داده به همه با شما هم در اخلاق نصیب بگردن دیگه بعد از 40 دقیقه زمانی که دیگ دم شد میمانا هم میرسه و ما با میمانای عزیز ما و میمانای خاص هم امروز داریم میمان هم هست از اون طرف هم آمدن اگر اجازه داشتون هم از اونها هم حتما مصاحبه میکنیم پس تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید والله que me das کسایی که خود باشد میرانن نیاز نیست که ما زیاد تعریف کنیم که ما هم یکی از مشتریای لالاشمت هستم و اصل شای بکشه که و تگاره عزیز دیگه دور از دلتان دیگه لالاشمت خانمی کار هست نمی تیک تاک هم باشن غیر از دولای مردم یوتیوب هم باشه فیسبوک هم باشه یا دیگه بخیر آقای نزیل و لالاشمت شما جای خودشان هم تازه درواز به بدن در خدمتشان هستیم انشاءالله ما باز در وسط برنامه
میمونا که چون آقا که اولت با شما با ما شما خود اسمال هستیم آخر هستیم انشاءالله شروع کن بسم الله الرحمن الرحیم بگو این دیگه تقریبا از یک بوجی زیادتر دلایات ها کشش نمیشه دیگه یک بوجی از مزایمان از سری بفرمایید من امروز شاگرد باشمک هستم میخوام که چون سلام میکنم هی دور از این سال وقت داره ولی ما می‌بینیم یک سر میگیم وطندارای عزیز دور از دلتان از لاله حشمت یک تشکری ویژه میکنم بازم برشان تبریک میگویم و چیزی را که شما اگر ما را از او طرف میبینین از کشورهای اروپایی مولینگ دور از دلتان ما همیشه این کلمه را بار بار تکرار میکنیم و از این دور از دلتان ما خوب خاطره هم دارم در وقتش باز انشالله او را بیان میکنیم. زیا جان دیگه از دوستای نزدیک ماست بیخی دیگه بگیم برای کلشان یادی زیا جان که از سربریم میشه و خیلی دوستش دارم هم میره دوست دارم هم خواهرش دوست دارم امروز همراه ماست و این خاص به خاطر باختری صاحب خواستم که در کنارم باشد چون باختری صاحب یکی از عزیزای ماست که ما را از آنجا بینیده هستم. هر کدوم سلام داریم همین لحظه باش تقدیم کنم باز که میهمان ویژه ما. سلام باختری صاحب جایتان خالی باختری صاحب و خوشبختانه یکی از وطندارای عزیز ما حالا دیگه به نمایندگی شما اینجا آمده به افغانستان به شهر مولانای بلخی مزار شریف و بعد از مدت ها قرار است که از غذای وطن لذت ببره او هم خصوصا بولینگ پلاو باشم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خوش آمدین. تشکر زنده باشین. سلامت زنده باشین. نام مبارکتان؟ اسم سلطان محمد احمدی است. مدت 30 الی 33 سال شده که از افغانستان دور در کشور آلمان زندگی میکنم. 3 سال یا 30 سال؟ 30 سال. 30 الی 33 سال بالا. تقریبا بالا. یک عمر است. در کدام شهر آلمان زندگی میکنید؟ دارمشتات نزدیک فرانکفورت است در 25 کیلومتری فرانکفورت. امو 30 سال پیش که رفتین مستقیم آلمان رفتین؟ نه قصه ماجرات میخوام که یک بیان بکنید. قصه ماجرات قدر خوشایند هم نخواد باشه خب بازم بالا خوب شرایط قبلا که ما که رفته بودیم مثل که شرایطی که فعلا است نبود بهترتر بود خوبتر بود قدر خطر و حساب چیزش زیادتر نبود ریزیکوی زیادتر نبود
ما از رفتیم پاکستان، از پاکستان ایران، از ایران دوباره آمدیم پاکستان، از پاکستان رفتیم هندوستان، از هندوستان رفتیم نیپال، از نیپال رفتیم آلمان. یک سفر واقعا یک سفر دور و دراز. بله. فعلا هم در آلمان هستین یا کدام کشور دیگه هستین؟ نیست، تقریبا 30 سال ما خود آلمان بودم، در شهری که گفتم دارمشتات نزدیکای فرانکفورت است و فعلا در سوئیس می باشم. چه وقت میشه که به سوئیس رفتین؟ تقریبا هم 3 سال چند ماه. ما خود ندیدم، اما داستانای کشورهای اروپایی را از وطندارای عزیز ما مثل شما میشنویم. سوئیس براتون بهتر بود یا مو آلمان؟ برای ما وطنم بهتر است. اول وطن بهتر است. وطن واقعا مادر است. وطن هیچ جای برای آدم وطن نمیشه. گرچه ما زندگی الحمدلله زندگی بسیار راحت و خوب داشتم لوجا، هیچ نوع مشکل از ابتدا تا انتها ندیدیم. زندگی ما الحمدلله متوسط زندگی خوب بوده. بله. زمانی که از افغانستان گزارش‌های یوتیوبرای عزیز ما رو می‌دیدین یا از کدام جای بازسازی می‌شد یا می‌رفتن به خاطرات گذشته شما را زنده می‌ساخت یا مثل من نمی‌فهمم که شاید گزارش ما رو دیده باشین، یعنی از مولینگ پلوها گزارش تهیه می‌کردن می‌دیدین. بله اگرنه چیزی که ما را اضافتر کمک میکرد بس حسی که داشتیم در وطن باشیم، هم دیدن ویدیوهای یوتیوبرها خصوصا از شما را زیادتر می‌دیدیم. ما را می‌دیدین از خود شهر مزار چه اضافتر برنامه داشتیم. بله. و اضافتر واقعا علاقه‌مند برنامه شما بودیم، می‌دیدیم همیشه. برنامه خوب و جالب بود. تشکری میکنم از پیش شما، واقعا ما را به مخاطرات 35 سال پیش قبلا ما بودیم و مخاطرات آوردن برای ما تازه کردن خاطرات دوباره. که آمدیم و دوباره شما را از نزدیک دیدیم. از همه کارهایتان، از کارهای خوبی که میکنین تشکر یک جهان. واقعا کارهای بسیار خوب و واقعا موفق هستین در کارهایتان. سلامت، تشکر. مولینگ وطن چطور است و مولینگ اونجا چطور است؟ در بین غذایی که در افغانستان است و در اونجا از کدام تفاوت است به نظرتون؟ بله چطور؟ مولینگ پلاو شاید در این اواخر شاید یک جای دو جای اگر در آلمان یا در هامبورگ، شهر هامبورگ اگر باشه و قبلا ها نبود، و این غذای افغانستان با این طعم و لذت و مزه که اینجا است در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه و هیچ نیست. و هر قدر که ما اگر تعریفم بکنیم هنوزم کم است. ما یکم همیشه گزارشات میگفتم که دور از دلتان دیگه. ممکن است که اگر شما میدید دلتان میرسن دیگه. واقعا ما همیشه اضافه در من خاطر مولینگ پلاو آمدیم. شمایی که مسافر هستین، شما به وطن بین، این وطن از شماست. هر وقت که من این وطن از شماست. هیچ کسی وطن حق شماست کسی گرفتن نمیتونه. اما اگر ما با اینا صحبت ادامه بدیم، صحبت ها خیلی شیرین است. و طرف ما هم گفتن که نان صبح هم نخوردیم و این طرف مولینگ هم یخ میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم دیگه شروع بکنیم. شما شروع بکنید. کامرامین ما همراه شما هستن. ما دیگه قطعی از اونها هستم. زیاد جان بیا زیاد جان پیش بید. و ما دیگه همیشه مولینگ پلاو نوش جان میکنیم. بازم برای اشمت جان تبریک میگم. امیدوار هستم که بیشتر بدرخشد با خوردن می مولینگ. با شما دیگه میریم با دیگه کارهای خود رسیدگی میکنیم. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتان. بفرمایید.